بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یکایی که شما بینندگان و هنرجویان گرامی. اولین درس مربوط به یادگیری حروف الف با خواهد بود. ابتدا یاد میگیریم نحوه نوشتن حرف الف. طول حرف الف به اندازه 3 نقطه خواهد بود. شروع حرف الف ابتدا 3 نقطه بالاتر از خط زمینه، از سمت بالا به پایین خواهد بود به این شیوه. دقت داشته باشین که حرف الف را کاملا راست و صاف نوشتن در خط مروارید اشتباه است. پس قسمت ابتدایی حرف الف یک کمی مایل به سمت چپ است. گفتیم که طولش به اندازه 3 نقطه خواهد بود. سرکش حرف الف هم به اندازه 2 نقطه و به این شیوه خواهد بود. نحوه نوشتن حرف ب، ت، پ و س به یک شیوه است. تفاوت فقط در گذاشتن نقطه هاست. 2 نقطه بالاتر از خط زمینه شروع حرف ب خواهد بود. حرکت اول به این صورت، حرکت دوم هم به این صورت و حرکت سوم هم به این صورت. پس با 3 حرکت یاد گرفتیم نحوه نوشتن حرف ب. حرکت اول، حرکت دوم روی خط و حرکت سوم حرکت پایانی. باشین که فاصله میان شروع و پایان به اندازه 1.5 نقطه خواهد بود. نقطه ها هم به این صورت خواهد بود. ابتدا یک دایره و بعد هم یک فضای کوچک برای تو خالی بودن. یک فضای کوچک. نقطه حرف ت هم به این صورت خواهد بود. این شد از حرف ب و ت و س و پ. نحوه نوشتن حرف جیم. شروع حرف جیم 2 نقطه بالاتر از خط زمینه خواهد بود. حرکت اول شبیه به ابرو خواهد بود به این شیوه. حرکت دوم هم به این صورت خواهد بود و حرکت سوم هم به این صورت. دقت داشته باشین که فاصله در این قسمت هم به اندازه 2 نقطه خواهد بود. نقطه های حرف جیم هم شبیه به نقطه حرف ب خواهد بود. یک دایره و هم یک تو خالی. نحوه نوشتن حرف ه و خ و چ. گفتیم که حرکت اول شبیه به یک ابرو خیلی ملایم می نویسیم. حرکت دوم هم به این صورت خواهد بود و حرکت سوم به این صورت خواهد بود. نحوه نوشتن حرف دال. شروع حرف دال 2 نقطه بالاتر از خط زمینه خواهد بود. حرکت اول به این شیوه و حرکت دوم هم به این صورت خواهد بود. دقت داشته باشین که فاصله میان ابتدا و انتها 0.5 نقطه خواهد بود. با 2 حرکت نوشتیم. حرف دال و زال هم به یک شیوه خواهد بود. نحوه نوشتن حرف ر. 0.5 نقطه بالاتر از خط زمینه شروع حرف ر خواهد بود و 0.5 نقطه هم پایانه. 0.5 نقطه و 0.5 نقطه. حرف ر و س هم به یک شیوه خواهد بود. نحوه
نوشتنش. نحوه نوشتن حرف سین. 2 نقطه بالاتر از خط زمینش روی حرف سین خواهد بود. حرکت اول به این صورت، حرکت دوم هم از بالا به پایین خواهد بود، حرکت سوم هم از این قسمت به بالا، حرکت سوم هم به این صورت خواهد بود و قسمت پایانی هم به این صورت. حرف سین و شین هم به یک شیوه نوشته می شود. یه بار دیگه می نویسیم. حرکت اول، حرکت دوم و حرکت سوم به این صورت. یک دور ملاحم به این صورت خواهد بود. نیم نقطه پایان فاصله داره، یعنی قسمت پایانی نیم نقطه از قسمت ابتدایی آن پایین تر خواهد بود. نحوه نوشتن حرف صاد و زاد. از خط زمین ما شروع می کنیم به این صورت و به این صورت و هم به این صورت خواهد بود. حرف صاد. حرف زاد هم به همین شیوه نوشته می شود. حرکت اول و حرکت دوم به این صورت خواهد بود. حرف ت دسته‌دار هم به این صورت خواهد بود. حرکت اول، حرکت دوم و دسته حرف ت به این صورت. یه بار دیگر می نویسیم. به این شیوه. نحوه نوشتن حرف عین. 2 نقطه بالاتر از خط زمینش روی حرف عین خواهد بود. حرکت اول به این صورت، حرکت دوم هم به این صورت، حرکت سوم به این صورت و حرکت چهارم هم به این صورت خواهد بود. حرف عین و غین به یک صورت خواهد نوشته می شود. نحوه نوشتن حرف ف. شروع حرف ف هم 2 نقطه بالاتر از خط زمینه خواهد بود. حرکت اول به این شیوه، حرکت دوم هم به این صورت، حرکت سوم هم به این صورت خواهد بود. نقطه حرف ف هم به این صورت. حرف قاف هم به این صورت خواهد بود. حرکت اول یک دایره، حرکت دوم هم به این صورت، حرکت سوم هم به این صورت خواهد بود. نیم نقطه پایین تر از شروعیان. نحوه نوشتن حرف کاف و گاف. ابتدا یک الف 3 نقطه‌ای می نویسیم به این شیوه. حرکت دوم هم به این شیوه و حرکت سوم هم به این صورت. حرف کاف. حرف گاف هم به این صورت خواهد بود. شبیه به الف می نویسیم. حرکت اول، حرکت دوم، حرکت سوم.
حرف لام هم به این صورت نوشته می شود: شبیه به حرف الف، نیم نقطه پایین تر از خط زمینه و قسمت انتهایی هم به این شیوه خواهد بود. حرف میم هم به این صورت خواهد بود: ابتدا یک دایره روی خط زمینه و حرکت دوم هم به این صورت خواهد بود. دقت داشته باشین که طول این قسمت ها به اندازه 2 نقطه خواهد بود. نحوه نوشتن حرف نون: نیم نقطه بالاتر از خط زمین شروع حرف نون، نیم نقطه هم پایین تر و قسمت های انتهایی هم به این صورت خواهد بود. حرف واو هم به این صورت خواهد بود: حرکت اول یک نیم دایره، حرکت دوم هم به این صورت خواهد بود: یک نقطه بالاتر و یک نقطه هم زیر خط زمینه. حرکت هم به این صورت خواهد بود: حرکت اول به این صورت، حرکت دوم هم به این شیوه. و حرف پایانی حرف یا: 2 نقطه بالاتر از خط زمینه شروع حرف یا خواهد بود: حرکت اول، حرکت دوم، حرکت سوم و حرکت چهارم، حرکت پایانی. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فشار بدین. با تشکر. منتظر آموزش های بعدی باشید.